السلام علیکم همدیاران عزیز از آین گروه انگور و باغ. امروز 15 یونیو سال 2026 قرار داریم در باغ ما دهه چهارباغ ورزاب. قرار داریم در نزد شفتالوی نکترین که بهار مایه را بیرحمانه بریدگی بودم. بسیار گپای نویساندن که بیرحمانه بریدی زنپرد و دیگر از بهار تا این وقت چقدر شده است دیدید. و اینچنین بسته است. این نکترین ترکی می باشد، شفتالو لوچک ترکی. ببینید دو تا سه تا بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. میگیریم و باز با همه یک تا سوال دارم من. یک تا سوال دارم. همین رو تنش رو چیزی گزیده است. ببینید چیزی خورده است گویا. این چه حیوان باشد؟ همش اونا میخورد، هم اینجا میخورد. سنبقه برآمده نمیتوند. خرگوش نیست در اینجا. خرگوش خورد، همش رو میخورد. چی باشد این که گزده خورده است؟ موش خورده باشد می. انم درون عزیز این ترکی می باشد. من از ترکیه آوردگی بودم. شنوندن پیوند کرده منم خیلی نکترین است. انا امروز اینجا که 15 که این خیلی پختگی باشد در طرف های قمسنگیر. این علاوه البته آخر ماه مای میپزد. بسم الله الرحمن الرحیم. گزیده میبینیم. بهترین نکترین میخورید، راحت میکنید. حتما امسال من از این پیوند میکنم. 2026 دکبر 27 بهار 28 از من اینو میهاش رو میتونید خریداری کنید. انا نکترینی با مزه و دیگراش هست. بعد اساسا در دوام سال پختگیش رو نشان میدم. ایناشو من پیش بزرگ بهترین نکترین نمیدونم بیگ بین باشد یا که لالا باشد یا که بهار باشد، نمیدونم تورецький بهترین نکترین. رنگش رو ببینید چه سرخ شده. راحت میکنید. دانش جدا نمیشد، گزیده میخورید. در پناه خدا باشید.